برادران عزیز، صحبتی که امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم در باب فضیلت و مرتبه دومین خلیفه اسلام حضرت عمر رضی الله تعالی عنه است. ما روزی گذشته کمی در وصف تاریخ حیات و فضیلت و بزرگی حضرت ابوبکر صدیق صحبت داشتیم. ما اگر ساعتها و هفتهها در وصف این بزرگوارها صحبت کنیم، وصف و تعریف اونها را به جا آورده نمیتوانیم. اما از این فرصتهای نورانی استفاده برده انشاءالله این چهاریار بزرگ هر روز در وصف یکی از اونها کمی هم باشه انشاءالله صحبت میکنیم تا اینکه جوانهای محترم ما با این بزرگوارها آشنا شوند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دومین خلیفه جناب پیغمبر بودند. حضرت عمر شخصیتی بودند که پیغمبر بزرگوار بسیار دوست می داشتند. اکثر وقت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه همراهی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در غزوه ها در همه حالت ها اشتراک می کردند. پیش از این که حضرت عمر ایمان بیارد و اسلام را قبول کند، پیغمبر بزرگوار آرزو داشتند، دوست می داشتند که حضرت عمر مسلمان شود، حضرت عمر اسلام قبول کند. حتی در حق حضرت عمر دعا کردند. پیغمبر بزرگوار گفتند اللهم اعز الاسلام باحد العمرین، تن پروردگارا اسلام را عزت بده، قوت بده با یکی از این عمرها، حضرت عمر ابن الخطاب و یعنی ابو جهل لعین و یم نامش عمیر بوده است. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم دعا کردند اللهم اعز الاسلام باحب هذین الرجلین الیک بابی جهل او بعمر ابن الخطاب. جناب پیغمبر دعا کردند، گفتن پروردگارا اسلام را عزت بده و این دو مرد که کدام از اینها و یک کدام از این دو مرد که کدام اینها در نزد تو ای پروردگار دوست داشته تر است. و وقتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ایمان آوردند، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتند و کان احبهما الیه عمر، تن در نزد خداوند از ابو جهل دیده حضرت عمر رضی الله تعالی عنه محبوب تر و دوست داشته تر بوده. یعنی خداوند حضرت عمر رضی الله تعالی عنه را دوست می داشته و این دعای پیغمبر بزرگوار را خداوند در حق این شخصیت قبول کرد. حضرت عمر شخصیتی بودند که عدالت داشتند، فاروق می گفتند، یعنی فرق کننده بین حق و باطل. حضرت شخصیتی بودند که در امرهای شریعت خاطر هیچ یگان شخصیت را نمی دیدند. حتی فرزندی چون که جنایت کردن برای فرزند چو حد لازم شد که در شریعت حد زدن است، دوره می زدن. فرزندی چون حد زدن در 80 دوره زدن فرزند چون مردن 20 دوره دیگه در مرده شون زدن. این یکی از عدالت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بود. پیش از اینکه فرزندشون حد بزنن زنش بسیار التماس کردن، گفتن یا امیر المؤمنین فرزند ما را حد نزن، انیق است که در حد زدن انسان میموره، فرزند ما میموره. حضرت عمر گو وقتی که من یعنی عدالت حقیقت در اهل بیت خودم جاری نکنم در کی دیگه جاریش میکنم؟ یعنی فرزندی چون حضرت حد زدن. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم در وصف این شخصیت می فرمایند که ولو کان بعدی نبیا لکان عمر ابن الخطاب، تن اگر بعد از رفتن من یا اینکه بعد از من پیغمبری می بود و شخصیت پیغمبر می شد، هر آینه او حضرت عمر ابن الخطاب بود. از روی عدالتش، از روی حقیقتش، از روی اینکه فاروق بود، فرق کننده بین حق و باطل بود. پیغمبر بزرگوار گفتن اگر بعد از من شخصیت پیغمبر می شد، هر آینه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بود. در روایت دیگر پیغمبر بزرگوار
در وصف این شخص میفرمایند که ان الله جعل الحق علی لسان العمر و قلبه. گفتن خداوند حقیقت در زبان عمر و در دلش جا کرده است، جاری کردگی است. یعنی حضرت عمر غیر از حق دیگر چیز نمیگوید، غیر از حقیقت دیگر چیز نمیگوید. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شخصیتی بودند که وقتی اسلام را قبول کرده اند، یکی از یعنی قوی شدن و با قوت شدنی یعنی مسلمان ها و یعنی شخصیت هایی که به پیغمبر ایمان آورده بودند، یکی سبب مستحکم شدن و با قوت شدن اونها شد. چون که اکثر مشرکین از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه می ترسیدند. وقتی که اسلام آوردن تا اون لحظه را اسلام آشکار نبود، پنهان بود. حضرت به سوی جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند یا رسول الله، از این پس نباید که ما ایمانداری و اسلامداری و عبادت مون پنهان کنیم، باید که آشکار شود. و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یعنی که اسلامداری و دعوت اسلام آشکار کردند. و پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم در وصف این شخصیت گفتند که و هو الفاروق فرق الله به بین الحق و الباطل. گفتن این حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فاروق است، فرق کننده و جدا کننده بین حق و باطل است. یعنی که حقیقت همیشه حضرت جویان حق بود. یعنی منافق ها و اون شخصیت هایی که در صدر اسلام در دور جناب پیغمبر حیله و نیرنگ میکردن، اونها را از مسلمان ها فرق میکرد، جدا میکرد. در برابر این قدر حقیقت گویی و حقیقت جوییش، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بسیار ترس خدای زیاد داشتن. خدا ترسیشو از حد زیاد بود، تقواشو از حد زیاد بود که پیغمبر بزرگوار گفتن ای عمر، در هر کوچه که تو داخل شوی از او کوچه شیطان فرار میکنه. تن ای عمر، شیطان قوت طاقت نداره که به تو ملاقات کنه، روپرو شوه. هر جایی که فوق العاده مبادا که شیطان به تو روپرو شوه، وی میگرده به دهان میزنه، به دست و پا خود را از نزد شما نابود میکنه. یعنی شیطان طاقت ملاقات و دیدار شما را نداره. چقدر از شما شیطان میترسه. یعنی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم این سخن را در وصف حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفتند. پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم یکی از اصحاب همچون به عنوان امین، امانت نگهدار فریاد کرد، دعوت کرد نزد خودش. بعضی از منافقه هایی که در بین مسلمان ها ایمان آورده بودند اما ایمانداریش و یعنی پنهان میکردن و در اصل اونها مؤمن نبودن، منافق بودن، اما اونها چون ظاهرا مسلمان و مؤمن نشان میدادن، جناب پیغمبر یکی از اهل اصحاب گفتن که اینها را نام نویش کن، نام اینها را نوشته کن تا اینکه در تو امانت بمانه، غیر از تو یگان کسی دیگر باید اینها را ندونه که کیها هستند. این شخصیت میگه اون منافق های دوری یعنی پیغمبر بزرگوار را نام نویش کرد. پیغمبر بزرگوار یک به یک گفت، اون نام نویش کرد. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه از این خبردار شد. بارها میگه این صحابه را التماس کرد که همون دفتری که نام منافق ها نوشته است همون برای من نشان بده. این شخصیت گفت که این سیری جناب پیغمبر است، من برای شما نشان نمیدم. مجبور کرد، زاره کرد، التماس کرد، قبول نکرد. قصه کوتاه، جناب پیغمبر وفات کرد. حضرت ابوبکر صدیق وفات کرد. زمان خلافت حضرت عمر شد. حضرت عمر میگه شخصیت نزدش دعوت کرد، گفت ای فلانی، گفت تو از جناب پیغمبر یک علم میدانی که اون علم منافقهای دورش هست. اگر گفت ایرا برای من یعنی که نگویی، برای من قائل نشوی، من در قیامت در نزد خداوند میخیزم از تو شکایت میکنم که تو یک علم پیغمبر را پنهان کردی، یک علم را کتمان کردی. جناب پیغمبر تا هر کسی که یک علم بدانه و او علم بپوشانه به خلق خدا نرسانه، این شخصیت خداوند در روز قیامت در دهانش از آتش دوزخ یک لجام میزنه و به سوی دوزخ میکشانه میبرش. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه این شخصیت قپیدن، گفت تو اگر اون دفتر منافق ها را برای من نشان ندهی، من در قیامت در نزد خداوند بالای تو دعوا میکنم. این شخصیت دیگر علاج نیافت.
میگه اون دفتر آورد نزد حضرت عمر کشاد. حضرت میگه یک به یک نام اونها را، یعنی خودش تنها بود در نزد مردم، نه یک به یک میخوند. وقتی تمامی منافق ها را نام ها تمام شد، میگه حضرت یک آهی سر کشید و گریان شد. گفت من میترسیدم که جناب پیغمبر نام من در قطار منافقان نوشته باشه. مقصد من برای این نبود که من بدانم که منافق ها کی هستند. مقصدم این بود که مبادا جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم نام من در قطار منافقان نوشته باشه. یعنی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چقدر خدا ترسی داشت، چقدر خدا ترسیش زیاد بود. حضرت میگفت یا لیت عمر لم تلد عمر، ای کاش که ای مادر عمر تولد نمی کردی. ماذا تقول لربک غدا یا عمر، فردا در نزد پروردگار بخیزی ای عمر چی جواب میگویی؟ پروردگار وقتی تو را بپرسه که ای عمر آیا تو بندگی کردی نکردی، اطاعت کردی نکردی، عبادت کردی نکردی، در زمان خلافتت یعنی خلافت حقیقت چه پیش بردی نبردی، ای عمر تو در نزد خداوند چی جواب میگویی؟ یعنی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چقدر تقوا و خدا ترسیش زیاد بود. حضرت عمر شخصیتی بود که بار اهل اصحاب نزدش آمدن، گفتن یا امیر المؤمنین، عبدالله پسر شما یکی از انسانهای بسواد است، یکی از شخصیتهای ذهنی خوب داره، فهمیش خوب داره. شما اجازت بده که عبدالله پسرتون در یکی از شهرها همچون پادشاه اسلام بگذاریم، همچون امیر المؤمنین سردار مسلمان ها بگذاریم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه راضی نشدند. گفتن که در نزد خداوند، در محضر خداوند از خانواده عمر یک شخصیت بخیزه پرسیده شود بسنده هست. گفت من نمیخوام که در قیامت در کنار من خداوند فرزند ما بیاره چوخ کنه بگه ای عمر همراهی فرزندت آیا عدالت کرده یا نکرده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بسیار شخصیت یعنی عادل بودن، خدا ترس بودن، تقواشون از حد زیاد بود. و اون حدیثی که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم گفتیم 10 شخصیت بشارتی به جنت داد، دویم نفرش این حضرت عمر بود. و عمر فی الجنه، گفتن جناب پیغمبر، گفتن عمر در جنت است، عمر جنتی هست، عمر اهل جنت است. یعنی که جناب پیغمبر بشارتی به جنت دادن براش. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در روایت می فرمایند که من میگه وقتی که شب معراج رفته بودم در جنت خداوند برای من یک قصری را نشان داد که خیلی قصر زیبا، خیلی قصر عالی و کلام بود که یک گوشتش از طلا و دیگرش از نقره. میگه جناب پیغمبر گفت که پرسیدم، گفتم این قصر کی هست؟ میگه جبرائیل علیه السلام گفت که این قصر عمر ابن الخطاب است. این قصر زیبا قصر حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هست. جناب پیغمبر گفت که من خواستم که داخل قصر شوم تماشا کنم که چون که خیلی قصر زیبا بود، اما ای عمر غیرتی تو در فکر من آمد، یعنی من داخل قصر نشدم. میگه حضرت عمر گریان شدن، گفتن یا رسول الله پدر و مادرم فدای شما، جانی من فدای شما باد، غیرتی من در نزد شما چی هست؟ من غیرتی چی دارم؟ همه من فدای تو باد. یعنی که جناب پیغمبر گفتن که من قصر تو را در جنت ای عمر دیدم. عدالتی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه داشتن، حضرت 10.5 سال خلافت کردند. همسرش روایت میکنه که در دوام 10.5 سال خلافتش حضرت شبها خواب نمیکردند. 10.5 سالی که خلافت کردند، در دوام 10.5 سال یگان شب خواب نمیرفتند. مثل پاسبان برین، مثل نگهبان برین در کوچه های مدینه میگشتند که مبادا شخصیت خیانت نداشته باشه، مبادا شخصیتی که در اهل مدینه ضرر و زیان نرسانه. حتی میگه شب از شبها اون پاسبان هایی که در مدینه میگشتن، از بس که تاریک بود، حضرت عمر میگه یعنی که دیدن که یک شخصیتی تنها میره، از حضرت پرسیدن، هرچند سوال کردن، حضرت میگه با اونها صحبت نکردن، چون که بعد از نماز خفتن سخنی بیکار گفتن مکروه است.
یعنی جناب پیغمبر بد میدیدن. انسان گفتن وقتی که خفتن نماز خفتن شخوان یا باید خواب روه یا اینکه ذکر گویه. وقتی حضرت عمر میگه اون پاسبانها دستگیر کردن، هرچند پرسیدن، حضرت عمر میگه برای اونها جواب نگفت. حضرت میگه بردن در زندان انداختن. زندانهای اون زمان زمین کندگی یعنی چخور بود، در درون زمین بود و بالاش محکم میکردن، هوا نمیرسید. حضرت میگه تا سحر در زندان محکم کردن پاسبانها، در تاریکی نشناختن. وقتی سحر شد آمدن میگه ده پوشه اون یعنی زندان چاهشونه گرفتن، دیدن حضرت عمر است. بعد بسیار بخشش پرسیدن، گفتن ای حضرت یک جمله یک کلمه شب با ما صحبت میکردی ما شما را آزاد میکردیم، امشب تا سحر عذاب کشیدی. میگه حضرت عمر چی جواب گفتن؟ گفتن با یک شب عذاب شما من خود از عذاب قیامت خلاص کردم. با یک شب عذاب شما من خود از عذاب قیامت خلاص کردم. حضرت روز میگه در مدینه میگشتن، کوچه های مدینه را خبر میگرفتن، دیدن همه آرام است. دیدن از مدینه بیرون یک روشنی هست، شخصیت آتش گریان کرده است، علاو کرده است، روشنی هست. حضرت میگه در حال یعنی دو گرفتن به سوی اون روشنی. چی فکر کردن؟ تن مبادا یگان راهزنی نباشه، یگان خیانتکار و دزدی نباشه که قصدی یعنی خیانت و دزدی مدینه آمده باشه. میگه وقتی نزدیک شدن دیدن یک زنی هست، همراهیش 3 فرزند 3 طفل دارد که طفل ها یتیم هستند، بی پدر هستند. اون زن یعنی علاو کرده است، در بالای علاو یک دیگ ماندگی است، در درون دیگ کمی آب است، چند دانه سنگ. مادر همونها را میکابه. بعد از اون حضرت عمر پرسیدن، حضرت عمر پرسیدن ای مادر چیکار میکنی؟ این مادر گفتن که این کودکام این طفل هام یتیم هستند، گرسنه هستند، چیزی خوردنی نداریم، ما گرسنه هستند، از گرسنگی را خوابشون نمیبره. اینها را من به گپ گرفتم، اینها گویا فکر کنن که مادرمون اوقات کرده است میخوریم تا اینکه خوابشو ببره، خوابشو نمیبره. بعد میگه این زن یک جمله گفت این عمر خودش در خواب استراحت است، خودش خورده سیر در خواب استراحت است، نمیدانه که زیر دست ها و قومش چی حال دارن، نمیدانه که یتیم های دورش گرسنه هستند. میگه حضرت عمر وقت این سخن از این زن شنید وجودش لرزه گرفت، وجودش لرزه فرا گرفت. این زن نشناخت حضرت عمر. در حال میگه گشت دو گرفت به سوی بیت المال. بیت المال خزینه اسلام است، اون خزینه و ذخیره که یعنی مالهای اسلام اونجا گذاشته میشد. آمد دری اون میگه بیت المال ازد، شخصیتی که اونجا پاسبان بود نگهبان بود در کشاد، دید حضرت عمر یعنی پادشاه امیر المؤمنین. گو حضرت در این شبی تنجی هست؟ گفت در کشاد. گو جای آردها در کجا هست؟ گو حضرت در فلان جا. رفت حضرت برداشت، میگه قاپی آرد برداشت، در سر کتفش برداشت. این شخصیتی خدمتگار پاسبان گو حضرت گفت بگذار من میبردارم، من سر کتف کنم. میگه حضرت بسوش کاهش کرد، گو آیا تو در قیامت گناه های عمر میبرداری به گردن میگیری؟ میگه حضرت گرفت خودش دوان به نزد این زن آمد، به نزد این زنی که گرسنه هست آمد. میگه به دستهای خودش در اون دیگی که علاو کرده بود حضرت خمیر کرد. میگه در اون علاوش در اون آتش نان پخت. این زن میگه برادر بس است، ای برادر بس است، دوامش من خودم میکنم. حضرت عمر گفتن نه. گفتن چی رنگه که من گریه این طفل ها را دیدم تا اینکه خنده اینها را نبینم من از نزد شما دور نمیشم. میگه نان میپخت میشکست در دهان کودک ها میگذاشت، کودک ها خوردن خرسند شدند. میگه این زن یک جمله گفت، گو ای برادر، گفت کاش که در جای عمر تو امیر المؤمنین میبودی، کاش که در جای عمر ابن الخطاب تو میبودی پادشاهی مسلمان ها. حضرت میگه چیزی نگفت، سر خم کرد خجالتمند. پرسید گوی مادر آیا از عمر شکایت داری؟ این زن گفت که بین من و عمر خداوند خودش در قیامت حکم میکند، احکم الحاکمین است. من میدانم در نزد خداوند چی بگم از روی عمر. میگه حضرت عمر چیزی نگفت، سری خم گشت آمد به خانه را تا سحر گریان خواب نرفت. این زن پرسید برادر تو کی هستی؟ گفت فردا بیای. گفت همو جایی که حضرت عمر منو میبینی. گفت
این زن وقتی آمد دید که شخصیتی که شب خدمتشون میکنه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خودش است. بعد از آن گفت ای مادر، هر چیزی میخواهی، هر چیزی میگوی، من این لحظه به گردن میگیرم، از تو بسیار التماس میکنم که در نزد خداوند از من شکایت نکن. من از حالت شما من ببخش، من از حالت شما خبردار نبودم. یعنی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه چنین شخصیتی داشتن که در او ترسی خدا بود، اون خدا ترسی داشت. حضرت میگه وقتی که هر روزه حصه خود را از حساب بیت المال میگرفت، تا وقتی خواب کردن مردم اون حصه خود را نمیخورد، استفاده نمیبرد. و چی خاطر؟ مبادا گدای از درم داخل نشود. در خانهش ذخیره و خزینه نداشت. حضرت چنان شخصیتی یعنی نادار و کمبغل بودند. روزی هم در منبر گفتن ای مردم، اگر عمر از حد شریعت، از گفتار شریعت اگر کمی میلش به سوی بیرون شود، آیا شما چیزی میگویه؟ یکی از شخصیت بین از اهل اصحاب بلند شد گفت ما عمر به نوک شمشیر راست میکنیم. گفت ما نمیگذاریم که عمر از حد شریعت، از خط شریعت بیرون شود. حضرت میگه پایان شدن، او شخصیت در آغوش گرفتن، از پیشانیش بوسه کردن. گفتن الحمدلله که در بین اصحاب بزرگوار چنان شخصیت های بغیرتی هست که جرأت میکنه حتی عمر هم باشه نمیگذاره که از حد شریعت بیرون شود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بار میگه آمدن برای خطبه خواندن، وقتی در منبر میچخیدن، حضرت میگه در بدنش یک کرته بود، از بالای کرته مثل جیلک های ما بر این یک چیز دیگه زیادتی پوشیده بود. وقتی منبر میچخید، یکی از اهل اصحاب گفت ای عمر، گفت قیف ایست، گفت دجال منبر بلند نشه، ما ترا گوش نمیکنیم، ما نمیخواهیم سخنهای ترا بشنویم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفت سبحان الله، گفت چی شده است؟ گفت این چی عدالت است؟ برای چی که تمام اهل اصحاب یک کرته در بدن باشه، تو دو کرته پوشیده، یک کرته و از بالای کرته با یک چیز زیادتی پوشیده ای. این عدالت است؟ این سرداری هست؟ این خدمت شریعت است؟ میگه حضرت گریان شدن. حضرت عبدالله فرزندش اونجا حاضر بودن. قم یا عبدالله، گفتن ای عبدالله پسرم بخیز ایجاد. گفتن ای عبدالله ترا به خدا قسم راست شو بگو، این جیلکی کی هست؟ حضرت گفتن که ای مردم، گفتن این جیلک من است. حضرت میگه بعد از اون جیلک از یعنی بدنشو بیرون کردن، پشتی مبارک به جانب مردم گرداندن، کرتشون از پشت گردن تا بینی یعنی میانشون دریدگی بود. کرته از حد زیاد کهنه شدگی که هر باری که می دوختن دوختگی و یا دیگه نمی خپید، رشته هاش جدا می شدند. گفتن شما که از خفای من هسته، من که امام شما هستم، شما می بینی که پشت من دریدگی هست، به خاطر که دل شما هرس نشوه من ای از عبدالله فرزندم عاریت گرفتم می پوشم، بعد از نماز صاحبشو می گردانم میتیم. یعنی این عدالت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بود که در تمام دور خلافتش حضرت عدالت داشتند. به تعبیر محمد اقبال هم جمله های زیبا داره که میگه سروری در دین ما خدمتگری است. در اصل سروری، سرداری در دین اسلام این خدمتگاری هست. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه خود را دائم سرزنش میکردن، میگفتن یا عمر اتق الله، ای عمر از خدا بترس. میگه حضرت یکی از غلام ها را اجاره گرفته بودن، هر روز یک تنگه براش میدادن. گفتن که ای عمر هر شب نیم شب بیا من از خواب بیدار کو، بگو ای عمر میموری، ای عمر میموری، من از مردن خبردار کن. این شخصیت میگه هر شب آمد میگه ای عمر میموری، ای عمر حضرت عمر از مردن خبردار میکرد. شب آمد که حضرت عمر میگه در بالای جای نماز 6 دست گریه داره. بعد از اون گفت ای عمر، گفت میموری، مرگ به سراغت میآید. حضرت عمر گفت بس است، گفت دیگر برای من خبر نکن، من خبرگر یافتم. گفت دیگر برای من خبری تو لازم نیست. میگه اگه غلام گفت حضرت گفت اما یک تنگه که برای من میدادی هر روزه من او را یعنی نان میگرفتم، خوراکه میگرفتم، آیا کی شما را پیش از من خبر کرد؟ حضرت گفتن که امروز من در آینه نگاه کردم چند تار مویم سفید شده است. این سفیدی های مو
من خبر میکنم که ای عمر نشانه کفن در تو پیدا شده است. موی سفید از کفن آرد پیام، قامت خم گشته رساند سلام. حضرت گفتن دیگه حاجت نیست. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه یک آرزو داشتن، یعنی که تمنا و خواهش داشتن که دائم دعا میکردن. دعاشو این بود که اللهم ارزقنی شهادتا فی سبیلک و موتا فی بلاد حبیبک. میگفتن ای پروردگار من از تو طلب دارم، از تو التماس میکنم، زاره میکنم که پروردگارا شهید شدن در راه خودت برای من نصیب گردان. من میخواهم که جام شهادت بنوشم تا اینکه در راه اسلام، در راه یعنی خدمت دین خونالود و پاره پاره شم، با جسم پر از خون در محضر تو یعنی خیزانده شوم و مرگ منم در شهری حبیب و پیغمبر بزرگوار تو در شهر مدینه باشه. چون که جداگی و فراق پیغمبر نمیخواست حضرت عمر رضی الله تعالی عنه. برادران بزرگوار، آیا این دعای حضرت عمر قبول شد یا نشد؟ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در زمان خلافتش در محراب عبادت در نماز بامداد یکی از مجوسی ها به نام فیروز یا ابو لؤلؤ که در یعنی مدینه خدمتگار بود، همچون کنیز غلام بود، اسیر افتاده بود، بار نزد حضرت آمدن گفتن حضرت این مولای من کار زیادی بد میفرما و برای من اجری کم میدیه، براش بگو که کمتر یعنی همین مزد کاری من بلندتر کنه، اجر من زیادتر کنه. حضرت عمر میگه به سوی او نصیحت کردن، گفتن که ای فیروز، گفتن تو اطاعتگر باش، سرخم باش و این مولات هست، حق داره در بالای تو چند سومی که بیتیه و حق داره. براش نصیحت کردن. از این سخن میگه این بدبختی مجوسی آتش پرست از حضرت عمر در دلش کینه گرفت. رفت میگه چند مدت یک کارد درست کرد، یک کارچه درست کرد و روز در نمازی بامداد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وقتی آمدن در محراب داخل شدن، حضرت میگه با اون کارد در شکم حضرت زد. چند کارد، بر روایت 3 کارد یا 7 کارد در شکم حضرت زد و کشید که حتی میگه روده های شکم از شکم بیرون شدن. و این پیش از نماز بامداد بود. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه میگه و سوی مردم چیزی نگو، همه گفت در جای خود ایسته. قصه کوتاه چند نفر دیگر هم در اونجا کشت و یعنی جراحی کرد، آخر اونا کشتنش اهل اصحاب. حضرت عمر میگه در گوشه محراب ایستاد، اهل اصحاب گفت شما نمازی بامدادتون بخونه. ببینید چقدر نماز در اون صورت هم تر نمیکردن، نمازی بامداد بخونه. گفت نماز اهل اصحاب خواندن. بعد از اون در یک چادر حضرت عمر آوردن. حضرت میگه پرسیدن، گفتن آیا شخصیتی که من کارد زد کی بود؟ گفتن حضرت ابو لؤلؤ مجوسی، همون آتش پرست بود. میگه دستا را برداشتن، گفتن الحمدلله. گفتن ای پروردگار به نهایت شکر برای تو که مرگ من، شهادت من به دست شخصیت گرداندی که در قیامت در بالای من دعوا کردن نمیتونه و به ایمان است. اگر مسلمان می بود ایمانش حجت می آورد، اما شخصیت من شهید کرده است که حجت و دلیل نداره. حضرت عبدالله فرزندشون دعوت کردن، گفتن فرزندم نزد مادرمون حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها بره، از حضرت بپرس، بگو عمر یعنی جراحی شده است یا ردار شده است، یعنی که بیماریش بیماری مرگ از شهادت است. اگر اجازت بتیه در کنار پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم، یعنی در حجره حضرت عایشه من دفن کنه، یعنی در خاک بسپاره. اگر اجازت که نداد در هر جایی که میخواه برای جسدی من بپرتایه، برای من دیگر فرق نداره که من کجا دفن میکنه. میگه حضرت بسیار چهرهشون پریشان بود. حضرت عبدالله آمدن از حضرت عایشه مادرمون، گفتن که حضرت عمر جراحی شده است یا ردار شده است، از شما بسیار التماس داره. ببینه پادشاه هست، پادشاه های امروز چی جرأت و حرکت دارن، اما او گردن کج زاره داره از ام المؤمنین که من اجازت بدی تا اینکه در کنار پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم باشم. میگه حضرت عایشه مادرمون گفتن که اینجا یک جا بود، من دوست می داشتم که در کنار پدر بزرگوارم حضرت ابوبکرم در کنار جناب پیغمبر خاک شده است
من دوست می داشتم که در کنار پدر بزرگوارم و در کنار شوهرم پیغمبر بزرگوار خودم باشم، اما ایجا بودن حضرت عمر از خودم در بهتر می دانم. حضرت اجازت دادن. وقتی میگه حضرت عبدالله آمدن خبر آوردن که حضرت مادرمون عایشه اجازت دادن، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفتن ای عبدالله، گفتن این سر بدن من از بالای این بالین و بالیش بگیر، در بالای اون خاکها بر بگذار تا اینکه پروردگار ببینه که عمر بخاری جان داده ایستاده است، به حال من رحم کنه. حضرت میگه گفتن ای فرزندم، من همچون عادی یعنی کفن کن، قبر کن، در خاک بسپار. وقتی میگه حضرت وفات کردن، در کفن گرفتن، حالت جنازشون، ابن عباس میفرمایند که شخصیت کتف من قپید، از کتفم قپید و چند جمله را تکرار میکرد. میگه من گشتم نگاه کردم که حضرت علی است. گفت ای عمر، خوشا به حالت که همیشه همراهی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم میگشتی. من شنیدم که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم میگفتن که ما آمدیم همراهی ابوبکر و عمر، ما فلان جا رفتیم همراهی ابوبکر و عمر، ما فلان کار کردیم همراهی ابوبکر و عمر. خوشا به حالت که من از خدا امید دارم که در آخرت تو را همراهی این دو بزرگوار دوست یک جای حشر میگردانه. یعنی که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آخر در راه خدا، در راه اسلام کشته شد. پیغمبر بزرگوار در شأن این شخصیت بزرگوار میفرمایند که ابابکر و عمر بمنزلت السمع و البصر. گفتن ابابکر و عمر برای من مانند چشمها و گوشهام هستند، برای من مانند دیدن و شنیدن هستند. یعنی پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه وسلم این دو شخصیت بزرگوار را دوست می داشتند. به همین خاطر ما و شما هم برادران بزرگوار، چی نوعی که روزی گذشته گفتیم، ما باید به تاریخ حیات این بزرگوارها یعنی خلفای راشدین ببینه که حتی در راه خدا کشته شدند، حتی مال و جان همه هستی در فدای راه خدا کردن، تا اینکه امروز الحمدلله ببینه که مسجد ما پر از عبادتگر است. مسجد ما همه لا اله الا الله محمد رسول الله میگه، مسجد ما همه الحمدلله ایمان داره. اینها همه محنت خدمت اون بزرگوارها هست. ما باید اینها را عمیق بدانیم برادران عزیز بزرگوار و اصحاب بزرگوار و این خلفای راشدین ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنه و جمع صحابه ها را ما باید دوست بداریم. پروردگارا بار اله این جمعیت ما را براشون بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب بفرما، در کسب و کار حلال این جمعیت برکت ها عطا بفرما. پروردگارا مشکلی های دینی و دنیوی ما را آسان بگردان. پروردگارا بار اله هر چیزی که رضای خود دست برای ما نصیب بگردان. از قهر غضب ما را در حفظ امان و نگه بدار. پروردگار این جمعیت در دل ها هر امید و آرزو مراد و مقصدی داشته باشند به مراد و مقصد برسان. پروردگارا بار اله برادرهای مسافر و مهاجر دعا پرسیدن، بازم پروردگارا این برادرهای عزیز ما را در حفظ امان و نگه بدار. بخت سعادت دنیا و آخرت براشون نصیب بگردان. پروردگارا بار اله از بلاها و آفتها، مصیبتها و مشقتها در حفظ امان و تمام مهاجرها و مسافرها را نگه بدار. پروردگارا خاتممون به خیر بگردان. امروز که اکای حاجی فرهاد افطار داشتن، پروردگار خیر احسانش به درگاهت قبول بگردان و ذخیره و خزینه آخرتش بگردان. پروردگار گذشتگیاش رحمت و مغفرت بگردان، فرزنداش توفیق عبادت و بندگیشون زیاد بگردان. پروردگار بزرگوار صفی چنین شخصیت ها، جوان مردهایی که در راه خدا خدمت میکنن، در راه خدا بنده های خدا را افطار میدهند، صفی چنین جوانات را زیاد بگردان. پروردگار خاتمه ما را به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا